یکمین نشانه رسیدن یعنی سرشوی قیامت آخری دنیا این بعثت من است، یعنی پیغمبری. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که علم از جامعه برداشته میشه، یعنی مردم بی سواد میمونند. متاسفانه امروز اکثر جامعه ما بی سواد است، یعنی علم دینی از علم قرآن از علم سنت مردم دور میمونند. جناب پیغمبر و بی سوادی در بین مردم آشکار میشه، اکثر مردم بی سواد میمونند. این نشانه رسیدن قیامت از جناب پیغمبر و زیناکاری در جامعه زیاد می شود، زیناکاری در بین مردم زیاد می شود و شراب نوشی هم در بین مردم آشکار می شود. یعنی این گناه ها زمانهای پیش تا یعنی این سالهای 90 و 92 این گناه ها یعنی آشکار نبودن، پنهان بودن. هم شخصیت هایی که این گناه ها هم میکردن آشکار نمیکردن، پنهان میکردن. جناب پیغمبر یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که همین گناه ها آشکار میشوند و مردها کم میشوند. جناب پیغمبر گفتند و باقی میمانند زنها، حتی که برای یک مرد 50 زن میرسه. گفتند جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله. این چی هست؟ نشانه های رسیدن قیامت. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیثی که حضرت جبریل، یعنی این حدیث جبریل میگویند، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اخبرنی عن الساعه. گفتند یا رسول الله، گفتند من از یعنی قیامت، از رسیدن قیامت خبردار کن. جناب پیغمبر گفتند که من از تو زیادتر نمیدونم، یعنی من همچنین تو قیامت علمش در نزد خدای، فقط الله میدونه که قیامت کی سر میشود. بعد از اون حضرت جبرئیل گفتند که یا رسول الله من از نشانه های رسیدن قیامت خبر کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند نشانه های رسیدن قیامت این است که پیغمبر بزرگوار گفتند که هر انسانی سرلیچ و پایلوچ و برهنه، یعنی هر انسانی کمبغل، هر انسانی نادار، هر انسانی گوسفندچران در فکری آبادی عمارت‌های زمانوی میشود. یعنی انسان‌ها حرکت میکنند چقدر قصرها و خانه‌های عالی زمانوی داشته باشند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تمام مردم شوق و ذوق و میلشون فقط در آبادی دنیا میشود، از آبادی دنیا چی آخرت در غفلت هستند.